الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت. امروز به مطلبی میپردازیم که در سنت بیان شده در کتاب و سنت، یعنی تفصیل آن در سنت بیان شده و این هم یکی از اون موارد بسیار مهم هست که کسی علم به آن پیدا نخواهد کرد جز از طریق وحی، و این هم دلیل دیگری است بر این که سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وحی است و این مطالبی که به آن میپردازیم این قضیه را به روشنی برای ما بیان میکند. در اینجا مسئله‌ای که میخوام به آن بپردازم حادثه اسراء و معراج است. این حادثه اسراء و معراج یکی از حوادث بسیار بسیار با عظمتی است که در زندگی رسول خدا صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاده و برای او پیش آمده و چیزی است که در مرحله ای این حالت برایش پیش آمده که دیگه اذیت و آزار قریشی ها به اوج خود رسیده و مسلمانان دیگه به نهایت تنگنا رسیده اند و دیگه وضعیت به حالتی رسیده که دیگه امکان ادامه زندگی در شهر مکه برای مسلمانان و برای رسول خدا صلی الله علیه وسلم امکان ندارد و باید دیگه دار و دیار خود را ترک کنند و به سرزمین دیگری که در اونجا در واقع جایی برای اینکه نفس راحتی بکشند و احساس آرامشی داشته باشند و اون همه فشار بر آنها از آنها کاسته شود. این مسئله اسراء همچنان که عرض می کنم در تقریبا 1 سال قبل از هجرت اتفاق می افتد، یعنی در حالی که گفتم دیگه وضعیت به اوج خودش رسیده، یعنی فشار اهل مکه، و این است که خداوند متعال برای اینکه آرامش بیشتری برای رسول خدا صلی الله علیه وسلم عطا کند و یعنی دلش مقداری بیشتر از قبل قایمتر شود، محکمتر شود و راحت بتواند تمام این مشکلات را تحمل کند. پروردگار این سفر بسیار پر از رمز و راز را برای او مهیا می سازد و یک سفری است شبانه که اتفاق می افتد در یک شبی. تمام این اتفاقات روی می دهد و یک سفری است به تمام ملکوت آسمان و به تمام با بسیاری از نادیده ها را یعنی ندیده ها را می بیند و بسیاری از اون چیزها که آرزو داشته که آنها را مشاهده کند با چشم خود همه را می بیند، ملاقات می کند، با پیامبران صحبت می کند، هم صحبت می شود، با خداوند ذوالجلال هم صحبت و هم کلام می شود. یعنی سفری است پر از رمز و راز و پر از چیزهایی که سبب می شود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیگه بعد از این به صورت کامل شارژ شود و
و 100 برابر این مشکلات را بتواند تحمل کند، چون در واقع هر چه زمان جلوتر می رود مسئولیت سنگینتر می شود و مشکلات بیشتر می شود و او نیاز دارد به عزم و حلم و صبر بسیار بیشتری، یعنی هم عزم بیشتری می خواهد که راه را ادامه بدهد، هم صبر و حوصله بسیار زیادی هم می طلبد که بتواند تمام این مشکلات را با جان و وقت و زندگی خود و خانوادهش بپذیرد و بخرد. در اینجا ما به صورت بسیار مختصر مگر به این قضیه اشاره کنیم که خداوند متعال در ابتدای سوره اسراء این حادثه را برای ما بیان می کند. خیلی واضح می فرماید سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. می‌فرماید پاک و منزه بودن از هر عیبی و از هر نقصی و از هر کم و کاستی برای اون ذاتی که به بنده خود شبی به بنده خود شبروی کرد. اسرا بعبده، سرا یعنی رفت، اما اسرا یعنی برد. یعنی چی؟ البته سرا یعنی در شب رفت، اسرا یعنی در شب او را برد، یعنی با او یک شبروی به او انجام داد. سرا به معنی شبروی است، یعنی اما سارا یعنی رفت، شب باشد یا روز باشد، اما سرا یعنی در شب رفت. در اینجا بود که خداوند متعال این شبروی را به رسول الله انجام داد. میگه اسرا بعبده، یعنی بنده خودش را برد. این بنده وقتی که گفته می شود عبدش، عبد شامل هم یعنی جسمن و روحن، یعنی او را با جسم و روح برد. چون اگر خواب بود، یک خواب عادی بود، دیگه این یک امر طبیعی بود، هر کس می تواند خوابی را ببیند و خیلی عجیب و غریب باشد، اما و این خیلی جای تعجب نخواهد بود، هرچند مطمئنا خواب انبیا خوابی است که حقیقت دارد و صحت دارد. خواب آنها هم وحی است، هیچ فرقی نمی کند، اما مهم بودن این حادثه این است که در حالت بیداری اتفاق افتاده. می‌فرماید پاک و منزهی برای همان ذات پروردگاری که به بنده خودش شبروی کرد. شبی نگو در یک شب، این سفر بسیار طولانی در یک شب اتفاق افتاده. شبی من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصى، از مسجد الحرام که در مکه مکرمه قرار دارد تا مسجد الاقصی که در بیت المقدس یا در بیت المقدس قرار دارد. کدوم بیت المقدسی؟ الذي بارکنا حوله، که ما اطراف آن را مبارک گردانیده ایم، یعنی جایی است بسیار مبارک. پیامبران بسیار زیادی در اون سرزمین زیسته اند، در اون سرزمین مبعوث شده اند و در بیت المقدس بوده اند. پیامبران بنی اسرائیل، عیسی، یحیی، داود، ماشاءالله بسیاری از پیامبران در اونجا بوده اند و زیسته اند و مهد انبیا بوده. در نتیجه و سرزمین پر از نعمت، بهترین خرمای دنیا در بیت المقدس در اون سرزمین است
بهترین زیتون، بهترین روغن زیتون، بهترین زیتون در اون سرزمین است که از اینها از بهترین نعمتهای پروردگار هستند، که بهترین انجیر، بهترین، یعنی از نعمتهای خدادادی در اونجا از همه بهتر است و بهترین نعمت را در اونجا داره. یعنی شما نگاه میکنید خرمایی که از اونجا میآید الان معروف شده به خرمای اسرائیلی، در حالی که خرما مال فلسطین است. این خرمای فلسطین اصلا اسرائیلی وجود نداره. سرزمین فلسطین سرزمین مسلمانان است و هیچ فرقی نمی کند. همون مسلمانانی که در قبل بودند، همون نصارایی که بودند، همون مسیحیانی که بودند، همه بالاخره بعد از مدت ها مسلمان شدند و به تدریج همینطوری که هست اومده. در نتیجه این خرما که الان معروف است به خرمای اسرائیلی، خرمای فلسطینی است. بهترین نوع از خرما، تا به حال ما ندیدیم، بهتر از اون ندیدیم. خرمای بسیار بزرگ، پرگوشت، بسیار خوشمزه، با دانه هسته بسیار کوچک، هسته خیلی کوچک، دانه خیلی بزرگ، یعنی دانه های شاه خرما باید بهش گفته شود. مثل شاتوت داریم، این هم شاه خرما است. پس لنوریه من آیاتنا، تا ما آیات خود را به او نشان دهیم. یعنی من آیاتنا، نه تمام آیات خود، بعضی از آیات و نشانه های عظمت پروردگار را به ایشان نشان دهیم. انه هو السمیع البصیر، همانا او بسیار شنوا و بسیار بیناست. در اینجا بود که یعنی این آیه به صورت واضح برای ما بیان می کند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی رفته و قطعا همون شبم برگشته، چون صبح تو مدینه، تو مکه مکرمه بیدار شده، یعنی که صبح شده ایشون تو مکه بوده، یعنی رفته و برگشته. یعنی الان 1500 کیلومتر فاصله بین مسجد الحرام تا مسجد الاقصی است. 1500 کیلومتر، یعنی شما بگو 1500 رفته، 1500 هم برگشته، یعنی 3000 کیلومتر. که 3000 کیلومتر اگر شما با هواپیما برید، یعنی با هواپیما 1 ساعت و 40 دقیقه طول میکشد که بره و دوباره برگرده. 1 ساعت و 40 دقیقه دیگه میشه 2 ساعت و میشه 3 ساعت و حدوداً 20 دقیقه. شاید هم بیشتر باشد. یعنی اگر این مسافت، یعنی اون هم اگر با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت برود هواپیما، که اینجوری نیست همیشه 1000 کیلومتر در ساعت بروند. گاهی هواپیما که زیاد سوار شدیم گاهی میرسد مثلا 700 کیلومتر، 750 کیلومتر در ساعت میرود. نهایتا اگر اینم را حساب کنیم 1 ساعت و 50 دقیقه طول میکشد، یعنی نزدیک به 2 ساعت. حالا ما اگر کمتر از اینم سرعت مثلا داشته باشد، 700 کیلومتر برود، که حتما مسافت بیشتری باید، یعنی در 700 برد زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد،
ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آدود باشد امانم نام محمد، باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. بگذشتم من عیش جهان را، عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، داشتیم در مورد این آیه سخن می گفتیم، در مورد این سفر طولانی، این سفر بسیار آموزنده، بسیار پر از رمز و راز که خداوند متعال فرمود لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، تا ما بعضی از آیات خود را به او نشان دهیم. نگفته تمام آیات خود. من آیاتنا، من از نظر لغت عرب من برای تبعیض است در اینجا، یعنی بعضی از آیات را به او نشون میدهیم، نه تمام آیات را. این همه پیامبران را که مشاهده کرده، بهشت را دیده، جهنم را دیده، خود با خداوند متعال سخن گفته، همه اینها بعضی از آیات خداست، کل آیات خدا که نیست.
در اینجا فرمود لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، همانا او بسیار شنوا و بسیار بیناست. حالا این سفر که گفتیم حدوداً یک مسافت بین مکه مکرمه تا قدس شریف 1500 کیلومتر است تقریبا. این 1500 کیلومتر اگر با هواپیما هم برید، هواپیما اگر 1000 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشد با 1 ساعت و 50 دقیقه حرکت اونجا میرسد. نه 1 ساعت بله 1000 کیلومتر در ساعت که حرکت کند میشه 1 ساعت، اونم میشه نیم ساعت، یعنی 1 ساعت و نیم میخواهد تا این مسافت را بپیماید. اگر 1000 کیلومتر در ساعت حرکت کند که غالبا ما در هواپیما که بسیاری زیاد هواپیما سوار شده این گاهی 700 کیلومتر مثلا سرعت دارد، گاهی 700 کیلومتر، حتی شاید گاهی کمتر این حالت هم دارد. حالا به فرض این که ما بگوییم اینجوری بوده، یعنی بگیم ولی اون چیزی که الان مشخص کردن میگه 1 ساعت و 40 دقیقه طول میکشد این مسافت با هواپیما که بیایید برید، فقط برای رفتنش، برای برگشتش 1 ساعت و مثلا 40 دقیقه که میشه 2 ساعت و 20 دقیقه حداقل. که با ماشین اگر بخواهی برید 15 ساعت 16 ساعت طول میکشد این مسافت. و به هر صورت واضح است این فقط مسافتی است در بین فاصله بین مکه مکرمه و بیت المقدس است. پروردگار این قدرت را، یعنی با قدرت خود در یک شب رسول خدا را صلی الله علیه وسلم از مکه به بیت المقدس رسانده و از اونجا با 7 آسمان، نه تنها فقط همین مسافت کوتاه، دیگه مسافت بین زمین تا هر کدوم از آسمان ها که رسول خدا میفرماید صلی الله علیه وسلم 500 سال است. یعنی اگر به صورت طبیعی یا به صورت نور یا به هر سرعتی که بخواهد برود 500 سال نیاز دارد که به فقط آسمان اول برسید. در اینجا این دیگه خارج از اسباب و مسببات دنیاست و خارج از اون قوانین و سننی است که ما میشناسیم در دنیا. برخلاف آن پروردگار خواسته که چون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر خدا همین است، اگر بخواد چیزی را انجام بدهد تنها این کافی است به او بگوید با وجود بیا، اون هم بلا فاصله با وجود می آید. حالا بخواهد بدون پدر کسی را با وجود بیاورد این کار را انجام میگیرد، بخواهد بدون پدر و مادر کسی را متولد به وجود بیاورد همین کار را انجام میدهد و همین اتفاق میافتد. در نتیجه این قضایا چیزی است که در قدرت پروردگار هست این کار را انجام بدهد. در اینجا یک مطلب دیگری که به آن اشاره کنم، اون چند آیه‌ای که در سوره نجم هم پروردگار به این حادثه بسیار بزرگ و عظیم اشاره می کند، در سوره نجم که پروردگار می فرماید و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا. یعنی منظورم این بود، این آیات اشاره کرد که رسول خدا صلی الله علیه وسلم از مکه مکرمه به مدینه به بیت المقدس رفته و در مسجد قدس نماز خوانده و در اونجا حضور پیدا کرده و از اون به بعدم البته با وسیله یک حیوانی که کمی از قاطر کوچکتر بوده و کمی از الاغ بزرگتر بوده، یعنی در بین الاغ و قاطری بوده ولی یک کمی طویل بوده، دراز بوده، که به آن اسمش براق است. و براق به همین خاطر گفته شده براق چون مانند برق رفته، یعنی اینجوری که نگاه می کند چشمش تا کجا می بیند با یک
جهش به اونجا میرسد. یک جهش چشمش تا کجا میرسد با یک جهش میرود که هواپیما هم چنین کاری نمی کند. یعنی باید در مسافت بسیار کوتاهی اون مسافه بین مکه و بیت المقدس را پیموده و این هم انسان قدرت چنین چیزی نداره در یک فضای باز با اون شدت در میان باد و در میان فضای باز اینقدر با اون سرعت برود، ولی این فقط اراده خداوند متعال بوده که خیلی برایش راحت بوده و بدون هیچ مشکلی با اون سرعت شدید رفته. از سرعت باد و حتی انگار مانند یک موشکی پرتاب میکنید با چه سرعتی میرود همون اندازه تقریبا شاید طول کشیده باشد. اون به نقطه مقصد خودش رسیده در بیت المقدس و در اونجا اون براق را میبندد و به سمت آسمان ها پرواز میکند به نحو دیگری که خدا میخواهد. با جبریل علیهما الصلاة والسلام. حالا در اینجا خداوند متعال به این قضیه اشاره میکند، میفرماید در سوره نجم به نظر من اون قسمت اولش سعی کنم به سرعت بگویم. و النجم اذا هوا، قسم به ستاره هنگامی که سقوط میکند، بعضی یا غروب میکند. بعضی گفتن نجم در اینجا منظورش نزول قرآن است، یعنی قسم به قرآن که به صورت تدریج به تدریج نازل شده. این یکی از معانیش، ولی به نظر من همون معنی اول هم معنی شود. بیشتر اهل تفسیر معنی اول را معنی کرده اند، یعنی قسم به ستارگان، به ستاره ثریا هنگامی که غروب می کند. ما ضل صاحبکم و ما غوا، صاحب شما یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم نه گمراه شده که حق را نشناسد، نه غوا شده یعنی از روی علم حق را انکار کند. هیچ کدوم از اینا نبوده. نه یعنی جهل داشته به حق، نه اینکه از روی با وجود اینکه علم داشته باشد از حق خارج شود. نه، اینجوری نبوده. نه مانند نصارا بوده گمراه باشد، نه مانند یهود بوده که از روی علم هم داشته ولی به آن عمل نکرده. اینجوری نبوده. ما ضل صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس هم هیچی نمیگوید. این هو الا وحی یوحى، چیزی نیست جز این که وحی است به رسول خدا می آید و هر چیزی از زبان او خارج می شود وحی است از جانب خدا، البته اگر مربوط باشد به مسائل تشریع و احکام، مربوط باشد به حلال، به حرام، به فرائض، به واجبات، به مستحبات، به مکروهات، مربوط به این چیزها باشد، هر چی از زبانش خارج می شود حق است و وحی است از جانب خدا. ما احکام 5 داریم: واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح. این چیزها هر چی در ارتباط با اینها باشد، گفته باشد، همش وحی است و از جانب خدا فرموده. از کجا یاد گرفته؟ علمه شدید القوا، به او یاد داده همون جبریلی که خیلی قوی و نیرومند است، با قدرت است. ذو مرة فاستوى، اون جبریلی که سالم است، هیچ عیبی و هیچ مشکلی در وجود او وجود ندارد، سالم و استاده، با بدنی سالم، با سلامتی کامل و با عقلی سالم و با بدنی سالم. و هو بالافق الاعلی، قرار گرفت استاد در افق اعلی، در افق جهت شرق در مکه مکرمه. یک بار استاده بود که رسول الله او را مشاهده کرد با در شکل و شمائل حقیقی خودش. ثم دنا فتدلى، سپس جبریل به رسول الله نزدیک شد فتدلى، آویزان شد. البته علما میگویند اول آویزان شد به سمت او، بعدا نزدیک شد، ولی هیچ فرقی نمی کند. نزدیک می شد، بعدا خود را آویزان می کند در هوا. فکان قاب قوسین او ادنا، به اندازه به اندازه کمانی یا 2 کمان به رسول خدا نزدیک شد صلی الله علیه وسلم. فاوحى الى عبده ما اوحى، در اون حالت بود که پروردگار به بنده خودش وحی نمود
حالا این بنده خودش آیا ما به منزول وحی نمود به جبریل که به محمد بگوید علیه السلام یا وحی کرد به رسول الله در همین حالت؟ هر دوتا احتمال دارد. فاوحى الى عبده ما اوحى. بعدا میگه ما كذب الفؤاد ما رأى. دل محمد صلی الله علیه وسلم به خطا نرفت، اشتباه نکرد در نسبت به آن چیزی که داره چشمانش میبیندش. یعنی اون چیزی که با چشم دید دلش هم آن را پذیرفت و حقیقت بود. افتمارونه علی ما یرا. آیا شما میخواهید با او مجادله کنید در ارتباط با آن چیزی که او دیده؟ ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. یک بار دیگر جبریل را در شکل و شمائل حقیقی خودش دید هنگامی که نزد درخت سدرة المنتهى. چرا گفته می شود منتها؟ یعنی دیگه هیچ فرشته‌ای و هیچ مخلوقی بالاتر از این نمی تواند برود. این دیگه نهایت جایی است که فرشتگان می توانند بالا بروند و بلند شوند. دیگه بعد از اون نه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم همونجا نزد سدرة المنتهى جبریل را یک بار دیگر مشاهده کرد. عندها جنة المأوى، که در همون کنار سدرة المنتهى بهشت جاودانه خدا در آنجاست. بهشت خدا بالای 7 آسمان است و سدرة المنتهى بالای 7 آسمان است. اذ یغشی السدرة ما یغشی. در حالی که اون درخت سدر، اون سدرة المنتهى را فرا گرفته بود از عظمت و زیبایی و قشنگی، آن چیزی که فرا گرفته بود، یعنی قابل وصف نیست. ما زاغ البصر و ما طغى. چشم حیلت زده نشد هنگامی که آن را دید و از آن هم تجاوز نکرد. یعنی به صورت کامل چشمانش به سمت آن خیره شد بدون اینکه انگار بگوید منحرف شود. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. و همانا آیات بسیار زیاد بزرگ خداوند را در آنجا مشاهده نمود. ولقد رأى من آیات ربه الكبرى، یعنی آیات فراوانی را در آنجا مشاهده نمود. در اینجا فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال میسپاریم و بقیه را انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.